درود و مهر خدمت عزیزان همراه. قسمت 245 خلعتی پیشکش پهلوان. قسمت قبل داستان با مشاجره لفظی و البته کمی هم فیزیکی بین بهرام چوبین سپهسالار سپاه ایران و پرموده شاه توران به پایان رسید و گفتم براتون بالاخره با وساطت خراد برزین پرموده رفت به سمت ایران و بهرام هم همه جواهرات کاخ پرموده را فرستاد برای هرمزدشاه به جز یک جفت گوشواره و یک جفت چکمه و مقداری پارچه. حال بشنوید ادامه ماجرا رو. وقتی خبر نزدیک شدن پرموده و همراهانش به پایتخت ایران و کاخ هرمزدشاه میرسه، شاهنشاه هرمزد از دور نگاهی به سوارانی که دارن به کاخ نزدیک میشن میکنه و بعد به همراه تنی چند از بزرگان و پهلوانان سوار اسباشون میشن و میرن به استقبال پرموده. وقتی دو شاه به هم میرسند، پرموده از اسب پیاده میشه برای عرض احترام و درود به شاه ایران و هرمزدشاه هم با اینکه شاه پیروز هست و در حقیقت پرموده جانش رو مدیون هرمزدشاهه، باز برای احترام به پرموده از اسب پیاده میشه و به او درود میگه. اما دیگه خیلی اونجا معطل نمیکنه و سری سوار اسبش میشه و برمیگرده به تاخت به سمت کاخ. پرموده اما که انگار یادش رفته موقعیت سیاسی که داره و فراموش کرده که برای زینهار خواهی از هرمزدشاه اومده، او هم سری سوار اسبش میشه که بره دنبال شاه ایران که سالار بار کاخ هرمزدشاه دهنه اسب پرموده رو میگیره و اجازه نمیده اسب حرکت کنه و به زبان بیزبانی از پرموده میخواد که از اسب پیاده بشه و به رسم ادب به شاه ایران که خب شاه پیروز هست و شاه شاهان پیاده داخل کاخ بشه. پس پرموده پیاده میره تا میرسه به کاخ شاهنشاه هرمزد و وارد کاخ میشه و میرسه به حضور شاه جهان. این بار دیگه شاهنشاه هرمزد به گرمی پرموده رو به حضور میپذیره و حسابی باهاش حال و احوال میکنه و بعد هم دستور میده استراحتگاهی شاهانه در همون کاخ به پرموده و همراهانش بدن تا حسابی خستگی راه رو از تن به در کنن. در 7 روزی که پرموده و همراهانش دارن استراحت میکنند و بهشون رسیدگی میشه و ازشون پذیرایی، کاروان شترانی که گنج پرموده رو حمل میکردند هم کم کم از راه میرسند و سرانجام در روز 8 شاهنشاه هرمزد فرمان میده که جشن بزرگی در کاخ برپا بشه و دعوت میکنه از پرموده و همراهانش هم که به همراه بزرگان ایران زمین در این جشن باشکوه حضور داشته باشند و همزمان کاتبان دربار هم بروند و گنج بزرگی که رسیده رو ازش فهرست برداری کنند. وقتی گزارش و فهرست همه کالاها و گنجهایی که توسط بهرام از دژ آوازه ارسال شده بوده کامل میشه و میرسه به دست شاهنشاه هرمزد، شاه با تعجب میبینه که این گنج بزرگ به اندازه 50 خزانه سلطنتی و خیلی بیشتر از اون چیزیه که شاه ایران توقع داشته و بسیار خوشحال و خرسند میشه از کار پهلوان بهرام چوبین. پس رو به کاتب بزرگ دربار به نام آیین گشسب میکنه و بهش میگه نظرت چیه جناب کاتب؟ از این پهلوان بهتر و تواناتر برای اداره سپاه چه کسی رو میتونستیم پیدا کنیم؟ واقعا با این پیروزی های بزرگ و غنایم چشمگیری که فرستاده جایی برای حرف و سخن باقی نگذاشته این جناب بهرام چوبی. آیین گشسب ادای احترامی به شاه میکنه و پاسخ میده حتما همین طور هست که سرورم میفرمایند. اگر دود آتش و بوی خوراک و صدای سازی که به ما میرسد این است، ببین سر سفره آن جشن چه خبر بوده. بله دوستان، این پاسخ شاید بدترین پاسخی بود که میشد به یک شاه شکاک داد. به باور من حتی خود هرمزدشاه هم دوست نداشت این پاسخ رو از زبان آیین گشسب، یکی از کاتبان و خزانه‌داران نزدیک به شاه هست و یه جورایی امین شاه محسوب میشه، بشنوه.
هرمزدی که اگر یادتون باشه کلاً مشکل اعتماد کردن داره و ابتدای پادشاهیش هم تعداد زیادی از بزرگان کشور رو از دم تیغ گذروند و ابتدای ماجرای بهرام چوبین هم خیلی بهش اعتماد نداشت و مجبور بود که به خاطر تهدید ساو شاه بهش اعتماد کنه. اما حالا و این حرف آیین‌گشسب که در زمان صلح و رفع همه تهدیدها بیان شده کار رو حسابی خراب میکنه. حرفی که معنیش به زبان امروزی این بود که این گنجی که میبینید فقط اشانتیونه و بهرام اصلش رو برداشته برای خودش و ببین اگر این به پایتخت رسیده اونی که بهرام برداشته چه حجم و قیمتی بوده و چه قیمتی داشته. حال اینکه چرا آیین‌گشسب این حرف رو میزنه رو باید بریم جلوتر تا ببینیم آیا صرفاً از روی حسادت به بهرام این حرف رو زده و میخواسته که دید شاه رو بهش خراب کنه یا اینکه از اون دستی که بهرام به گنج برده و اون 4 تا تکه رو برای خودش برداشته خبری به بزرگان و دربانیان رسیده که حالا اینطور دارن قضیه رو بزرگش میکنن. اما در همین حال که شاه از شنیدن این صحبت‌های آیین‌گشسب بسیار عصبانی شده، چند گزارش و پیام از طرف سپاه ایران و کاتبانی که اونجا هستند و به قول معروف خبرچین‌های شاه محسوب میشن در سپاه ایران میرسه به پایتخت با این مضمون که گوشواره‌های سیاوش، 1 جفت چکمه و 2 برد یمانی در گنج آوازه بوده که پهلوان بهرام چوبین اونها رو در لیست نیاورده و برای خودش برداشته. اتفاقا در میان سوارانی که با گنج به پایتخت اومده بودن یکی از جاسوسان شاه هم حضور داره به نام شاهک که شاه وقتی این گزارش ها رو از طرف توران و کاخ آوازه دریافت میکنه این جناب شاهک رو فرا میخونه و از او همین مسئله رو پرسجو میکنه که خب شاهک هم این مسئله رو تایید میکنه که این اقلام با ارزش کم شدن از گنجی که بهرام فرستاده برای شاهنشاه هرمزد. شاهنشاه هرمزد وقتی دیگه مطمئن میشه از قضیه دست بردن بهرام در گنج با خودش میگه بهرام چوبین کار خودش رو خراب کرد و زحمت خودش رو برباد داد. اول با تازیانه زدن و بدرفتاری با پرموده شاه توران که من بهش امان داده بودم و حالا هم با دست بردن در گنجی که به رسم امانت در دست داشت و باید کامل میفرستادش به پایتخت. پس اینجا معلوم شد که شاهنشاه از قضیه رفتار بد بهرام با پرموده هم با خبر شده بوده. همون شب شاه پرموده رو فرا میخونه و در خلوت فرمان میده جام شرابی بیارن و مجلس بزم کوچکی با حضور پرموده برقرار بشه و در این مجلس که فقط وزرای مورد اطمینان شاه حضور دارند شاهنشاه هرمزد و پرموده شاه توران سوگند برادری و وفاداری میخورند و پرموده سوگند میخوره که بعد از بازگشت به توران عهد شکنی نکنه و یار و همپیمان شاهنشاه ایران باقی بمونه. بعد از اتمام این مراسم سوگند و عهد و پیمان بستن بین دو شاه هر کس به خوابگاه خودش میره تا فردا صبح که پرموده و همراهان آماده میشن برای برگشتن به سمت توران. شاهنشاه خلعتی شاهانه به پرموده میده و 2 منزل همو رو همراهی میکنه و سرانجام با شاه توران خداحافظی میکنه و برمیگرده به پایتخت. اما وقتی خبر بازگشت شاه توران به بهرام میرسه و متوجه میشه که او با شاهنشاه هرمزد هم به توافق رسیده و پیمان صلحی هم با هم امضا کردن، با تنی چند از بزرگان سپاه میره برای استقبال از پرموده شاه توران. اما پرموده او رو به حضور نمیپذیره و بهرام 3 روز هم همراه کاروان پرموده میره تا شاید شاه توران او رو بپذیره برای دیدار که هرگز این اتفاق نمیافته. و سرانجام روز 4 کسی از طرف شاه توران میاد به حضور بهرام و ازش میخواد که دست از همراهی کاروان توران برداره، چرا که شاه توران علاقه‌ای به دیدار با بهرام نداره. پس پهلوان بهرام چوبین ناراحت و عصبانی از خودش که با اون رفتار بدی که داشته جایگاه خودش رو نزد شاه توران خراب کرده برمیگرده به سمت بلخ
در حالی که بهرام نزد شاه ایران هم دیگه اعتبار و احترامی نداره و شاهنشاه هرمزد هم به خاطر اون دو خطای بهرام ازش به شدت ناراحته. در همین حال و اوضاع هرمزدشاه نامه‌ای پر از تحقیر و تهدید و سرزنش می‌نویسه برای بهرام و در نامه بهش یادآوری میکنه که او بدون ثروت و سپاه شاه ایران چیزی نبوده و نیست که حالا از دستور شاه سرپیچی میکنه و سرکش شده و به زودی شاهنشاه او رو سر جاش خواهد نشوند. بعد هم در آخر به این نکته اشاره میکنه که به همراه این نامه خلعتی هم در خور بهرام و نامش براش فرستاده. بعد هم نامه و اون لباسی که برای بهرام در نظر گرفته بوده رو میده به یکی از پادوهای دربار تا ببره و به بهرام بده تا حتی در انتخاب فرستاده هم بهرام رو حسابی تحقیر کنه. خلعت و لباسی هم که برای بهرام در نظر گرفته باز هم برای تحقیر پهلوان سپاهش هست. شاهنشاه دستور میده پیراهنی زنانه و لاجوردی رنگ به همراه شلواری سرخ رنگ و یک روسری زرد به همراه دوک نخریسی که وسیله کار زنان هست و یک ست کامل لوازم آرایش بفرستند برای بهرام چوبین. هنگام تحویل نامه و لباسها به فرستاده شاهنشاه به او تأکید میکنه که حتما به بهرام بگو کارت به جای رسیده که از گنج شاه میدزدی و تازیانه به صورت شاه توران میزنی؟ به زودی از تختی که نشستی به زیر میکشمت. اما وقتی بهرام نامه و هدیه های شاه رو دریافت میکنه فقط سکوت میکنه و هیچ نمیگه. وقتی فرستاده از حضور بهرام مرخص میشه بهرام به خودش میگه هر بلایی که به سرت میاد به خاطر کار اشتباهی بود که خودت انجام دادی و البته اطرافیان شاه. روزی که با سپاه عازم نبرد بودم هیچ فکرش را نمی کردم که انسانهای پست دور شاه رو گرفته باشند. اما امروز و با این نامه شاه و پاداشی که برای من فرستاد پاسخ همه سختی‌هایی که دیدم رو گرفتم. پهلوان بهرام چوبین لباسهای زنانه‌ای رو که شاه براش فرستاده بوده رو به تن میکنه، لوازم آرایش و دوک نخریسی رو هم جلوی خودش میذاره و بعد فرمان میده بزرگان سپاه رو فرا بخونن تا اونها هم بیان و هدیه هایی که شاه براش فرستاده رو ببینن. پهلوانان و بزرگان سپاه وقتی سپهسالار دلیر سپاهشون رو در اون لباس و سر و وضع میبینند حسابی عصبانی میشن و از کوره در میرن. بهرام اما اونها رو دعوت به آرامش میکنه و میگه آرام باشید دوستان و همرزمان من. شاید به راستی پاداش همه کارهایی که من برای این کشور انجام دادم همین باشد که شاهمان هرمزدشاه برایم فرستاده. پهلوانان سپاه اما با عصبانیت میگن نه پهلوان، کاری که شما برای این سرزمین کردی و رشادتی که در نبردها از خودت نشون دادی از چشم ما پوشیده نبوده و این راه و رسمش نیست که با تو چنین ناجوان مردانه و نامهربانانه برخورد کنند. ما شاهی چنین بیخرد و نالایق رو اصلاً به شاهی قبول نداریم. چون این شاهی لیاقت داشتن شما را به عنوان سپهسالار سپاه و البته ما رو به عنوان پهلوان سپاه نداره و سگان گرسنه و هار باید که دور و برش رو بگیرند که این گونه بیخرد و بیمار است. بله دوستان، میبینید که داستان بهرام چوبین هرچی که جلو میره داره جالبتر و عجیبتر میشه و البته هنوز اتفاقات مهمی مونده که در قسمت‌های بعد باید براتون تعریف کنم تا بیشتر با هم لذت ببریم. پس فعلا پهلوان بهرام چوبین ناراحت و دلشکسته و سپاهیان سرخورده ایران زمین رو تنها میذاریم تا هفته بعد که ادامه این داستان رو براتون تعریف کنم. تا اون روز دلتون شاد و خرد یارتون عزیزان.